سلام و عرض ادب. توی این ویدیو تصمیم دارم که با همدیگه یه الگوی خیلی ساده در عین حال با تمکاری عالی رو توی 5 دقیقه رسم کنیم. با این الگو میتونید تمام شومیزها و مانتوهای آزاد و اسپورت رو بدوزید. تا آخر ویدیو همراه من باش. برای رسم الگوی بدون پنس اولین کاری که انجام میدیم میایم خط گردن رو رسم میکنیم. از بالای کاغذ الگو یه خط رسم میکنیم. اندازه این خط باید برابر باشه با 1/2 دور سینه، 1/2 دور سینه به اضافه 4 الی 6 سانتی متر. این 4 الی 6 سانتی متر آزادی هستش که بستگی به مدلمون یا جنس پارچمون به الگومون آزادی میدیم. پس از بالای کاغذ الگو به اندازه یه خط رسم میکنیم و اندازه 1/2 دور سینه به اضافه 4 الی 6 سانتی متر آزادی. 1/2 دور سینه یعنی عدد دور سینه‌تون که توی پست اندازه‌گیری کامل اینکه چجوری دور سینه‌تون رو اندازه بزنید رو براتون توضیح دادم. دور سینه‌تون که اندازه زدید تقسیم بر عدد 2 میکنید و حاصل هر عددی اومد به اضافه 4 الی 6 سانتی متر میکنید و خط رو که رسم کردید نقاط 0 و 1 این خط رو نامگذار میکنید. از نقطه شماره 1 یه خط به حالت گونیا به پایین رسم میکنید و از نقطه شماره 0 میایید به اندازه 1.5 سانت پایین میایید. پس از نقطه شماره 0 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین میایید. نقطه شماره 2 به دست میاد. دوباره از نقطه شماره 0 این 1.5 سانتی که برای نقطه شماره 2 پایین اومدیم یه عدد ثابتی هستش و برای همه سایزها 1.5 هستش مگر اینکه پارچه‌ای که میخواهید با این الگو برش بزنید ضخیم باشه. اگه پارچه‌تون ضخیم بود میتونید به اندازه 2 سانتی متر هم پایین بیایید. از نقطه شماره 0 دوباره به اندازه 1/5 دور گردنتون به سمت داخل الگو میرید. دور گردنتون که توی اندازه گیری اندازه زدید هر اندازه‌ای بود تقسیم بر 5 عدد 5 میکنید. هر اندازه‌ای که شد به همون اندازه به سمت داخل الگو علامت میزنید. نقطه شماره 3 به دست میاد. از نقطه شماره 2 تقریبا 1.5 سانتش رو به صورت صاف و بعد به صورت هلال به نقطه شماره 3 وصل میکنیم و هلال یقه پشتمون رسم میشه توی این قسمت. از نقطه شماره 2 به اندازه قد بالاتنه پشتمون پایین میاییم. دقت کنید که این خطی که قرار رسم بشه یه خط صاف باشه. اگه نتونستی که صاف بکشید اول با خط بالایی مماس قرار بدید، 90 درجه قرار بدید و بعد اندازه‌هاتون رو بزنید. پس از نقطه شماره 2 بچه‌ها نیاید اشتباه کنید از نقطه شماره 0 پایین بیایید. از نقطه شماره 2 به اندازه قد بالاتنه پشتمون پایین میاییم. نقطه شماره 4 و این خط رو به صورت گونیا به خط مقابل وصل میکنیم و خطی که ایجاد شد، نقطه‌ای که ایجاد شد تقاطع خط افقی و خط عمودی نقطه شماره 5. از نقطه شماره 4 دوباره از نقطه شماره 4 به اندازه قد باسنتون پایین میایید. نقطه شماره 6. دوستان قد باسنتون رو برای افرادی که قد کوتاهی دارن یعنی از 150 سانتی متر قدشون کمتره قد باسنتون رو 18 در نظر بگیرید. برای افرادی که قد بین 152 تا 160 دارن 20 سانتی متر در نظر بگیرید و برای افرادی که قد بلندی دارن یعنی از 160 سانتی متر به بالا میتونید 22 الی 24 سانتی متر بسته به قد در نظر بگیرید. دوباره از نقطه شماره این خط رو امتداد میدم.
6. از نقطه شماره 6 میایید یه خط دوباره به صورت گونیا و صاف به خط مقابل وصل میکنید و نقطه شماره 7 به دست میاد. خط بالایی که رسم شد خط گردن هستش، خط وسطی خط کمر و خط پایینی خط باسن هستش. بین اون خطوط فقط بین خط گردن و خط کمر یه خطی هست به اسم خط سینه که اون هنوز رسم نشده. برای رسم خط سینه میایید به اندازه گودی کف حلقه آستینتون به اضافه 1.5 2 یا 3 سانتی متر پایین میاد و علامت میزنید. پس برای رسم خط سینه دوباره از نقطه شماره 2 و اندازه گودی کف حلقه آستین به اضافه 1.5 2 تا 3 سانتی متر پایین میاد و نقطه شماره 8 به دست میاد. حالا این گودی کف حلقه آستین چطوری به دست میاد؟ گودی کف حلقه آستین رو من انتهای ویدیو یه جدولی براتون میذارم، عکس یه جدولی رو براتون میذارم، یا طبق دور سینه‌تون سایزتون هر سایزی هست میتونید طبق دور سینه‌تون کف حلقه آستینتون رو از جدول پیدا کنید. یا اگر نخواستید که از جدول استفاده کنید یه فرمولی داره که من همینجا بهتون توضیح میدم. فرمول حلقه کف حلقه آستین. برای پیدا کردن کف حلقه آستینتون دور سینه‌تون رو تقسیم بر عدد دور سینه‌تون رو تقسیم بر 10 میکنید. هر عددی اومد اون عدد رو به اضافه 10 میکنید. پس برای به دست آوردن کف حلقه آستین گفتم 2 تا راه حل داره. یا از جدول سایزی که آخر این ویدیو براتون میذارم عکسش رو از اون استفاده میکنید. طبق دور سینه‌ای که دارید با استفاده از دور سینه‌تون سایزتون رو پیدا میکنید. از جدول حلقه آستین نوشته طبق سایز هر شخص اونو پیدا میکنید و توی الگو پایین میاید. یا نه اگه نخواستید از جدول استفاده کنید میاید دور سینه‌تون رو تقسیم بر 10 میکنید. هر عددی اومد به اضافه 10.5 میکنید. حالا این عددی که به دست اومد میاد به اضافه 1.5 2 یا 3 سانتی متر میکنید. حالا کی 1.5 کی 2 کی 3 سانتی متر اگه خواستید آستینتون فیت تنتون باشه یعنی قالب بدنتون باشه به اضافه 1.5. اگه خواستید یه مقدار گشاد باشه به اضافه 2. ولی اگه خواستید آزاد باشه و لباستون راحته شومیز هستش یا مانتو روزمره هستش میتونید به اضافه 3 سانتی متر بکنید. و اون عدد رو عددی که از این فرمول به دست اومد هر عددی از این فرمول به دست اومد و به اضافه این 1.5 2 یا 3 سانتی که کردید میاد از نقطه شماره 2 پایین میاد و نقطه شماره 8 به دست میاد. نقطه شماره 8 رو به صورت گونیا به خط مقابل وصل میکنید و نقطه شماره 9 به دست میاد. از نقطه شماره 8 به اندازه 1/2 کارور پشت به اضافه نیم سانتی متر عدد ثابت به سمت داخل الگو جلو میریم. پس شد از نقطه شماره 8 به اندازه 1/2 کارور پشت به اضافه نیم سانتی متر داخل میشیم. نقطه شماره 10 به دست میاد و از نقطه شماره 10 دوباره یه خط صاف و گونیا به بالا رسم میکنیم. نقطه بعد از نقطه شماره 10 نقطه شماره 11. نقطه شماره 11 رو چطوری به دست میاریم؟ میایم از قسمت 2 تا 8 اندازه میزنیم. خب از 2 تا 8 رو اندازه میزنیم. هر عددی به دست اومد الان برای من اینجا 22 هستش. حالا چون برای من 22 هستش قرار نیست که برای شما 22 باشه. این عدد فرق میکنه طبق اندازه های هر فردی. هر عددی اومد تقسیم بر 5 میکنید. پس بعد از عدد 10 عدد 11 رو باید توی الگو پیدا کنیم. برای پیدا کردن نقطه 11 میایم 8 تا 2 رو اشتباه نکنید دوباره تا 0 رو اندازه بزنید. 8 تا 2 رو اندازه میزنیم. هر عددی به دست اومد تقسیم بر 5 میکنیم و از نقطه شماره 2 به همون اندازه پایین میایم. پس یه بار دیگه این قسمت رو توضیح میدم. برای به دست آوردن نقطه شماره 11 نقطه شماره 8 تا 2 رو
اندازه میزنیم. هر اندازه بود تقسیم بر 5 میکنیم و از نقطه اون اندازه‌ای که به دست اومد، مثلا برای من اینجا اومد 4 سانتی متر، خب میایم از نقطه شماره 2 به همون اندازه پایین میایم و یه خط دوباره به صورت گونیا به خط مقابل وصل میکنیم و این قسمت نقطه شماره 12 به دست میاد. نقطه شماره 13 برای پیدا کردن نقطه شماره 13 بعد از 12 نقطه شماره 13 میایم دوباره 10 تا 12 رو اندازه میزنیم. هر اندازه‌ای بود نصف میکنیم. پس نقطه شماره 13 چطوری به دست اومد؟ 12 تا 10 رو اندازه میزنیم. هر اندازه‌ای بود تقسیم بر 2 میکنیم. نقطه شماره 13 به دست میاد. بعد از نقطه شماره 3 به اندازه سرشانتون جوری پایین میاین که عدد سرشانتون روی این خط 11 بیفته. چطوری؟ صفر خط کشتون رو میذارید روی نقطه 3 و به اندازه سرشانتون که توی اندازه گیری اندازه زدید، هر اندازه‌ای بود به این حالت علامت میزنید که انتهاش حتما روی این خط باشه، نه اینکه حتما روی این نقطه ها. نه، ممکنه یکم این طرفتر بیفته، ممکنه این طرفتر بیفته، موردی نداره. پس از نقطه 3 به اندازه قد سرشانتون پایین میاین طوری که به خط 11 برخورد کنه. حالا چه داخل الگو چه از این خط داخلتر، چه بیرون این خط، اون بستگی به سایز شما داره. بعد از اینکه الگوی پشت رو تا این مرحله جلو رفتیم، میریم سراغ قسمت جلو. از نکته شماره 1 که این قسمت هستش، دوباره به اندازه 1/5 دور گردنتون به سمت داخل الگو میرید. یعنی دور تا دور گردنتون رو که اندازه زده بودید تقسیم بر 5 میکنید. هر عددی اومد به سمت داخل الگو علامت میزنید و نقطه شماره 14 به دست میاد. 13 و 14. دوباره از نقطه شماره 1 به اندازه همون اندازه 1/5 دور گردن پایین میایید. نقطه شماره 15. 1 سانت اول رو هم از قسمت نقطه 14 و هم از نقطه 15 صاف و بعد به صورت هلال وصل میکنید به این حالت. هلال یقه جلوی الگوی ما توی این قسمت رسم شد. برای پیدا کردن نقطه شماره 16 میایم از نقطه شماره 9، یعنی روی خط سینمون، این خطمون گفتیم که خط سینمون هست، به اندازه 1/2 کارور جلو که اندازه زدیم، هر اندازه‌ای که به دست اومد به اضافه 1 سانتی متر می‌کنیم. یعنی کارور جلومون که اندازه گرفتیم، اوکی، میایم اونو تقسیم بر 2 می‌کنیم. هر عددی به دست اومد به اضافه 1 سانتی متر می‌کنیم، میشه 20. نقطه شماره 16 به دست میاد. دوباره از نقطه شماره 16 به سمت بالا یه خط صاف رسم می‌کنیم. نقطه این قسمت نقطه شماره 17. برای به دست آوردن نقطه شماره 18 رو به دست آوردیم. حالا می‌خوایم 18 رو به دست بیاریم. میایم 16 تا 17 رو اندازه میزنیم، دقیقاً مثل همین قسمت 16 تا 17 رو اندازه میزنیم. هر اندازه‌ای بود تقسیم بر عدد 5 می‌کنیم. خب پس برای به دست آوردن نقطه شماره 18 نقطه شماره 16 تا 17 رو اندازه میزنیم. هر اندازه‌ای بود تقسیم بر 5 می‌کنیم. هر عددی به دست اومد از نقطه شماره 17 پایین میایم و نقطه شماره 18 به دست میاد. از نقطه شماره 18 یه خط به صورت پیش‌فرض رسم می‌کنیم. این خط یه خط فرضیه برای اینکه خط سرشانه رو بتونیم روی این خط پیدا کنیم. بعد برای به دست آوردن خط 19 میایم 16 تا 18 رو دوباره اندازه میزنیم. هر عددی به دست اومد 1/2 میکنیم. پس برای 19 نقطه شماره 19 16 تا 18 رو اندازه میزنیم. هر عددی که به دست اومد تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی این قسمت رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. نقطه شماره 19 به دست میاد. از نقطه شماره 14 به اندازه دوباره سرشانمون طوری رسم میکنیم که خط سرشان عدد سرشانه روی این خط 18 بیفته به این حالت. از نقطه 14
عدد سرشانه رو پایین میاییم، هر چقدر که اندازه زدیم طوری باید رسم کنیم که اون عدد سرشانه روی این خط بیفته. حالا یا داخل این خط یا بیرون، اگه بیرون افتاد فرقی نداره یا داخل افتاد فرقی نداره، طبق اندازه هاتون هستش. الگوی قسمت جلو هم تا این اندازه که پیش رفتیم میایم خط پهلومون رو برای پیدا کردن خط پهلو میایم عرض کادرمون یا همان عرض کادرمون با این قسمت برابر هست دیگه، یا همون اندازه 8 به 9 رو تقسیم بر 2 میکنیم، هر عددی به دست اومد به اضافه 1 میکنیم. پس برای پیدا کردن خط پهلومون که دو تا الگوی پشت و جلو از هم دیگه جدا بشه، تا این مرحله که پیش رفتیم میایم 8 تا 9 رو اندازه میزنیم، هر اندازه‌ای بود تقسیم بر 2 میکنیم و به اضافه 1 سانتی متر میکنیم و عددی که به دست اومد از نقطه شماره 9 علامت میزنیم. نقطه شماره 20 به دست میاد. یه بار دیگه این قسمت رو توضیح میدم. برای به دست آوردن نقطه شماره 20 میایم نقطه شماره 8 تا 9 رو اندازه میزنیم، هر اندازه‌ای که بود که برای من اینجا 8 تا 9 55 سانتی متر هستش، 55 سانتی متر رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 27 و نیم. درسته؟ 27 و نیم رو به اضافه 1 میکنم. برای من اینجوری اومد ها دوستان، برای شما طبق سایزتون هستش. من اینجا مثال زدم که راحت تر یاد بگیرید. 28 و نیم اومد. این 28 و نیم رو میاد از نقطه شماره 9 داخل میشید، علامت میزنید نقطه شماره 20 و یه خط به صورت گونیا تا انتهای الگومون رسم میکنیم. تقاطع خط کمر 21 و تقاطع خط بازن 22 نامگذاری میکنیم. حالا هلال حلقه آستین رو رسم میکنیم. این قسمت رو به این قسمت و اینجا رو به صورت هلال و الگوی ما توی این قسمت کامل میشه. حالا اگه شما الگوتون رو به حالت صاف خواستید، یعنی خط پهلوتون صاف باشه، همین الگو رو برش میزنید دور تا دور و روی پارچه میذارید. ولی اگه نه یه مقدار خواستید که به پهلو فرم بدید، میایید از قسمت جلو 1 سانتی متر، از قسمت پشت 1 سانتی متر علامت میزنید و به زیر سینه و خط بازن صفر میکنید و این یه 5-2 سانتی متری از اون قسمت خالی میشه و یه مقدار به پهلوی لباستون فرم میدید. امیدوارم که این الگو رو رسم کنید و ازش استفاده کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید.